بیاین لحظه چشمامون رو ببندیم و تصور کنیم که همه ما روزی این دنیا رو ترک میکنیم. در 100 سال آینده هیچ یک از نگرانی ها و دغدغه‌هایی که امروز ما به خاطرش بیقرار بودیم هیچ اهمیتی نداره و این یک واقعیت تلخ و شیرینه. از این جهت تلخه ما یادآوری میکنه زندگی چقدر کوتاهه و از اون طرف شیرین که ارزشمندی زندگی رو به ما میاد میگه. اجازه ندیم مشکلات کوچیک و روزمره دیدگاه ما رو نسبت به زندگی و نسبت به مسائل دیگه تیره بیاد بکنه. ماشین من خراب میشه، به جلسه دیر میرسم یا حتی یه روز کاری بد رو شروع میکنم و همه چیز به هم میرسه. اما زندگی ادامه داره. اینها چالش‌های موقتی هستند. ما اغلب نگران مسائلی هستیم که با گذشت زمان به هیچ وجه اهمیت ندارن. دعوایی که با دوستی انجام میدیم، پروژه‌ای که نمیتونیم تحویل بدیم، روز کاری بدی که شروع میکنیم، همه اینها زودگذر. زندگی بسیار بسیار کوتاه‌تر از اونیه که وقت خودمون رو با نگرانی‌های بی‌مورد بیایم تلف کنیم. بعد به جای اون بیایم روی چیزهایی تمرکز کنیم که واقعا مهمه، مثل عشق به عزیزانمون، دنبال کردن اهدافمون، لذت بردن از لحظات زندگی. کمتر به نظرات دیگران اهمیت بدیم، در دام رابطه‌های مادی نیفتیم و تجربه‌های ناب زندگی رو بیایم اولویت قرار بدیم. جرأت داشته باشیم و زندگی رو با تمام زیبایی‌هاش و مشکلاتش بپذیریم. از لحظات ساده زندگی غافل نشیم و بذاریم عشق و شادی راهنمای مسیر زندگی ما بیاد باشه. باید بدونیم که هر لحظه از زندگی یه فرصته برای ساختن خاطراتی که میتونه تا ابد تو قلب‌های خودمون و اطرافیانمون بمونه. پس باید عشق و امید به سوی آینده روشن‌تر رو در نظر بگیریم و به سوی اون گام برداریم. از همه شما عزیزان سپاسگزارم که به صحبت‌های من گوش دادید. امید دیدار.